در روز دوم مسابقه جودوی گران پری تل آویو سه ورزشکار توجیک به میدان برآمدند. گزارشی همکاران ما از برد و باخت جودوکاران کشور. در چارچوب رقابت‌های گران پری تل آویو در دومین روز از میان ورزشکاران تاجیک نخستین شده اکمل مرودوف در وزن 81 کیلوگرم به میدان برآمد و در مقابل کریستیان تونسته از کشور استونیا قرار گرفت. دو ورزشکار نتوانستند از همدیگر امتیاز ستانند، بنابراین صاحب چند تنبیه شدند. 10 ثانیه مانده به انجام نیروسنجی کریستیان تونسته سومین تنبیهش را دریافت کرده اکمل مرودوف پیروز و به مرحله دوم برآمد. در مرحله دوم باشد باز هم نیروسنجی جودوکار تاجیک با تورپال تکپایف از روسیه با همین منوال صورت گرفته پس از گذشت بیش از 2 دقیقه به خاطر دریافت 3 تنبیه ورزشکار تاجیک شکست خورده تورپال به دور بعدی راه یافت. اکمل مرودوف باشد با یک پیروزی و یک شکست از ادامه رقابت محروم گردید. همچنین در وزن 73 کیلوگرم سامان محمد بیکوف که در دور اول آزاد بود در دور دوم با رایچو الکساندرو از رومانیا رقابت نموده نخست جودوکار رومانیا توانست یک امتیاز وزری از سامان بگیرد، اما جودوکار تاجیک استواریش را از دست نداده پس از 2.5 دقیقه تخته پشتی حریف را روی زمین گذاشته با امتیاز ایپون پیروز گردید. در دور سوم حریف جودوکار تاجیک جوانی اسپوسیتو از کشور ایتالیا گردید. در وقت اساسی رقابت دو ورزشکار تنها یک تنبیه دریافت کردند، اما در اجرای اصول سامان فعالتر بود. نیروسنجی این دو ورزشکار به وقت طلایی کشیده شده تقریبا 1.5 دقیقه پس از تصمیم داوران کناری اصول انجام داده اسپوسیتو وزری قلمداد شده راه سامان به نشان این مسابقات بسته شد. در همین وزن بهروز خواجه‌زاده نیز با یوگنی پراکاپچوک جودوکار روس که جایزه‌دار گرند اسلم یکاترینبورگ می باشد نیرو سنجید. رقابت پرشدت میان دو ورزشکار صورت گرفته در ثانیه‌های آخری نیروسنجی بهروز خواجه‌زاده با چست و چالاکی خاص خودش اصول را اجرا و صاحب امتیاز وزری شد و تا آخر رقابت آن را حفظ کرده پیروز شد و به دور بعدی راه یافت. در نیروسنجی بعدیش بهروز خواجه‌زاده با ژانسای اسماگولوف از قزاقستان رقابت نموده در طول رقابت بهروز فعالتر بود. جودوکار تاجیک در دقیقه‌های آغازین یک اصول دیدنی و جذاب را انجام داده، اما حریفش چست و چالاکی را از دست نداد و امتیاز به بهروز نیز داده نشد. ولی در ادامه جودوکار تاجیک تلاش‌هایش را ادامه داده توانست پیش از مهلت با انجام اصول امتیاز ایپون کسب کرده غالب گردد. اما متاسفانه در دور بعدی بهروز خواجه‌زاده نیز در مقابل خاجک مارتین از اسلوونیا شکست خورد. همگی نیم دقیقه پس جودوکار اسلوونی با اصول لت دادنی دست بهروز خواجه‌زاده را مغلوب کرد و جودوکار تاجیک امکان رقابت برای مدال طلا را از دست داد. همینطور در دور تسلط بخش خواجه‌زاده با استامپ نیلز از شویتزاریا جهت راه یافتن به رقابت‌ها برای کسب مدال برنجی به میدان برآمد. نخست ورزشکار تاجیک از حریفش یک امتیاز وزری کسب کرده، اما 2 تنبیه نیز نصیبش گشته بود. در نهایت یک اصول دیگری را انجام داده حریف را به تخته پشت زد، اما داور در این عمل فایده ستیزی را دیده خواجه‌زاده سومین تنبیهش را دریافت و استامپ نیلز غالب گردید. همینطور در دومین روز نیز ورزشکاران تاجیک از نشانهای گران پری تل آویو محروم شدند، اما همچنان 3 ورزشکار دیگر تاجیک در آخرین روز مسابقه برای کسب مقام‌های افتخاری تلاش خواهند کرد.